چیزی که میخوام درست کنم و با خمیر داست درست میکنم. اون قبلی هم که بهتون نشون دادم اینا رو هم با داست درست کردم. نمیدونم، امیدوارم که چیز خوبی بشه و بتونم ویدیوشو بذارم. هنوز اصلا نمیدونم قراره این ویدیو رو بذارم یا نه. What؟ یه دونه از اینا میندازم. یه ذرم بده. گل من برای مدت خیلی زیادی مونده و صفر شده انگار. Two thousand years later. بعد از 10 دقیقه ورز دادن اینجوری شد. بعدش به بدبختی اینو تبدیل میکنیم به فرم بدن توتوروی عزیزمون. از اونجایی که من خمیرم خیلی نرم نیست، الان نمیتونم خیلی تمیز درش بیارم. بعدا احتمال زیاد با سنباده اینا رو چیز میکنم، اوکی میکنم. فعلا یه فرم کلی فقط میخوام بهش بدم. دائم از آب استفاده میکنم برای اینکه سطحش رو صاف کنم و اینا، و اینکه خب خشک نشه، بتونم باز روش کار کنم. یه همچین چیزی زدم، قناز شد. ایشالله که با سنباده درست میشه اینا. نمیدونم چطوری، ولی قراره که این قسمت شکم این بچه رو درارم. اینطوری شاید یه طرحی بندازیم. مثلا چند تا من از اینا گرفتم قبلا. سر سیلیکونیش خیلی باحاله برای فرم دادن و اینا، ولی یه بدی داره، هی این سیلیکونیاش در میاد از جاش و به زور آدم بذاره سر جاش. این سرش هم که اینطوریه. من جدی نمیدونم چی کار کنم. یعنی احتمالا یه مجسمه سازی یا کسی که با خمیر اینا کار میکنه الان ویدیوی منو ببینه سکته ناقص میزنه بنده خدا. الان یادم افتاد که اینم گرفته بودم. این سرش که حالت حلقه داره، فکر کنم برای اینکه میخوام شکم این بدبختو خالی کنم خوب باشه. فکر کنم 25 سال طول بکشه این کار. بچه‌ها قضاوت نکنید دیگه. انشالله که نتیجهش خوب میشه. خیلی دارم زجرش میدم، احساس میکنم. راستش ویدیو گرفتن یه کاری که خیلی بهش علاقه دارم، که ویدیوهای خوشگل بلا بگیرم، مثلا ولاگ و اینجور چیزا. و راستش یه خورده اعتماد به نفسم برای انجام این کار پایینه. احساس میکنم که راحت نمیتونم بیام جلوی دوربین و یا شاید زیاد برای این کار خوب نیستم. نمیدونم، ولی خیلی دوست دارم که این کار انجام بدم. بر همین اگه 1% احساس کردید که ویدیوم بد نیست و به یه جایی میرسم، خوشحال میشم که توی کامنت ها بهم بگید. و همین که به چنلم سابسکرایب کنید و ویدیومو لایک کنید. به نظرم هنوز بچه ها برای قضاوت کردن زوده. بایستید شاید تهش خوب شد. واقعا اون چیزی که میخواستم نشد، خب ولی خوبیش اینه که مثلا 80% اون شده. خب خوبه دیگه بچه ها، سخت نگیرید. چون که به این فضای داخلش احتیاج دارم و قراره اینجا یه چیزی بذارم، بر همین یه خورده سعی میکنم با این ابزارهایی که بهتون نشون دادم، با این که یکم سرش حالت تخته، یکم داخل اینو صاف کنم شبیه یه اتاقک. نمیدونم اگه بشه. فعلا یه همچین چیزی شد. از اینجا به بعد من نمیدونم چجور توضیح بدم، برای همین شما نگاه کنید که دارم چیکار میکنم. بعضی وقت به این فکر میکنم که شاید پذیرش این که ما مثلا تنها آدم مشکل داره روی این زمین نیستیم خیلی بتونه به گذراندن اون احساسی که داریم کمک کنه. مثلا من خودم که حالا راجع به اون اعتماد به نفس گفتم، شاید اگه اینو بتونم درک کنم که تنها آدمی نیستم که مثلا با نداشتن اعتماد به نفس یه راهی رو شروع کرده، مثلا همین ویدیو ساختن شروع کرده، شاید بتونه یه امیدی بهم بده که خب شاید منم بتونم حالا انجامش بدم، حداقل میتونم امتحانش کنم مثلا. خب دیگه خیلی پنداندرزی شد. قرار نبود اصلا اینطوری بشه. من یه دو تیکه از این ور اون ور اضافه کردم، شبیه نون برنجی شد بنده خدا.
و میخواست موقعی که خواستم وصلش کنم با کاتر یه خورده خط خط زدم، بعد اون تیکه ها رو اضافه کردم با این ابزاری که خیلی هم چلوس شده سعی کردم وصلش کنم و یه دستش کنم. یه خورده باز با آب و اینا تمیزکاری روش انجام بدم. یکم من باز از داخل بیشتر تراشیدم، احساس کردم که خیلی فضای کوچولویی شد، با اینکه خیلی قیافش به نظر وحشتناک میاد ولی هنوزم برای قضاوت زوده بچه. سعی میکنم یه حالت رد اینجا بندازم. روش ها کاملا من درآوردی بچه ها. کلا من زیاد اعتقادی به آموزش ندارم. من میخوام گوشش رو درست کنم. خیلی مهمه که گوشاش قرینه طور باشه. من یه دونه سوزن تهگرد رو، یعنی 2 تا سوزن تهگرد رو برداشتم و سر و تهش رو با انبر زدم برای اینکه اینو بذارم تو این و اینو بذارم رو سرش. بچه ها میدونی درست کردن گوشش واقعا خیلی سخت بود. امیدوارم که گوشاش قرینه بشه و جاشم خوب شه. و دیگه اینو میذارم روی سر این تفلک. با اینا که دارم و همچنین استفاده از آب سعی میکنم چیز کنم، اینو قشنگ بچسبونم بهش. من گوشش رو وصل کردم، به نظرم خوب شد، یعنی راضیم. گفتم زود قضاوت نکنید، بد نشد. فعلا اینو میذارم کنار. البته برگ رو سرش رو بعد الان درست کنم. خب بچه من برگ رو سرش رو درست کردم، ولی به نظرم شما اگه خواستین درست کنین برگ رو جدا درست کنید، بعد بذارین آخرش با یه چسبی چیزی بچسبونید. اینجوری یه خورده سخت بود. حالا میذارم این دیگه خوش بشه یه خورده تا صبح. میذارم با دستم و آبی خورده اینو سطحش رو کامل دیگه صاف میکنم دیگه، بقیهش باشه با سنباده و اینا. دستام چجوری شد. خب بچه ها بذارید بگم که چی شد. احساس کردم که این فضایی که توی شکمش درست کرده بودم خیلی کوچیکه و اون چیزایی که میخواستم بذارم توی شکمش اصلا جا نمیشه. دوباره فضا رو خالی کردم. خدا شکر این وای میسته و برام خیلی مهم بود که وایسته. من 2 تا سنباده دارم، یه دونه یه خورده زبرتر که خیلی هم تیکه پاره است، یه دونه هم یه خورده خیلی نرمتر که حالا این قسمتایی که مثلا کامل میخوام صاف شه رو با این، بعد آخرش یه دورم با اون سنباده نرمه میکشم روش. شما 3 تا از اینا میخواید، حالت مستطیل دراز که روش ماهای سالو باید بنویسیم که من یکشو درست نکردم یادم رفته، واسه همین درستش کردم گذاشتم حالا اون خشک بشه بعد سنباده‌شو بزنم و اینا. پس 3 تا از اینا و 2 تا هم از اینا احتیاجه. خب که روش اعداد نوشته بشه از 0 تا 9 به اضافه یه دونه 1 و یه دونه 2 اضافی. من این ابر کم نمدار کردم میکشم روش که این پودرا و اینا بره دیگه، که بعدش هم باید رنگش کنیم. خب اینا دیگه کاملا خوش شد دیگه، همین کارش انجام شده دیگه، فقط بریم سراغ رنگش. برای رنگ کردنم من از رنگ‌های اکریلیک استفاده میکنم. قاعده خاصی ندارم برای ساخت رنگ، بیشتر حالت چشمی درست میکنم رنگا رو.
بچه ها اینو رنگش تموم شد کامل. الان میخوام یکم کیلر بزنم بهش. It was at this moment that he knew. He fucked up. بچه ها به هیچ وجه از کیلر استفاده نکنید، به خاطر اینکه من زدم و رنگ سیاه و کلن قاطی کرد و اصلا خیلی افتضاح شد. مجبور بودم اونو کاملا پاک کنم و از اول رنگش کنم.